ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام علیکم برادران خیلی عزیز و گرامی. به همه شما این روز سید را، این روز بندگی خدا را تبریک و تهنیت میگویم و میخواستم که دعای را از زبان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه که جمعه گذشته خواستم بهر شما خوانم، لکن سخن به این دعا هم آمد. خواستم این جمعه آغاز صحبت را از دعای حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه آغاز کنم، زیرا که صحبت ما دوام صحبت جمعه گذشته است از فضائل و اوصاف یار اول پیغمبر خدا حضرت ابوبکر رضی الله عنه می باشد. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. این دعای بود که این یار اول پیغمبر خدا در دعاهای خود اینا میخواند. حضرت در این معناهای دعا چی میخواست از پروردگار؟ ما نیز خواهان او هستیم که همیشه از این دعای حضرت ابوبکر صدیق دعا کنیم و خداوند که با سبب این دعا ابوبکر صدیق را به مقصدش رسانید، ما را نیز با شرافت این دعای حضرت ابوبکر به مقصدمان رساند. حضرت دعا کردند، دستها به سوی آسمان برداشته، اللهم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعه. پروردگارا در چشم ما مردم مسلمان حق را حق نشان بده
آن چیزی که حق است در چشم ما او را حق نشان بده. وارزقنا اتباعه، بعد از آنی که ای پروردگار مهربان ما را که به حق شناس کردی، حق را در چشم ما که حق نشان دادی، ما را پیرو حق بگردان. و ارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، خدایا باطل را، فساد را، فسق را در چشم ما باطل و فسق و فساد نشان بده. خدایا آن چیزی که باطل است، فسق است در چشم ما او را زینت مبخش، او را حق نشان نده. و خدایا زمانی که ما باطل شناختیم، فساد شناختیم، فسق را شناختیم، خدایا ما را از این راه بعد نگه بدار. این دعای بود که ابوبکر صدیق رضی الله عنه در دعای خود این دعا را میکرد. از این خاطر ما نیز بندگان خدا، ما نیز محبان ابوبکر صدیق رضی الله عنه، ما نیز پشتیبانی از ابوبکر صدیق میکردگی بندگان خدا در این دعای حضرت ابوبکر رضی الله عنه یک جایه میشویم و از خداوند خواهان او هستیم که پروردگارا در چشم ما نیز حق را حق نشان بده. آن چیزی که حق است در چشم ما حق نشان بده. خدایا برای ما حق رفتار کردن، حق را گفتن موفق بگردان و هیچگاه خدای مهربان ما را برای باطل مبر، برای فسق و فساد مبر. و همه فسق و فساد را در چشم ما پروردگار را فسق و فساد نشان ده. خدایا محبت ذات خودت را، محبت حبیبت را، محبت قرآن و اسلامت را، محبت این چهاریار و محبت تمام بندگان محبت را در دل ما بندگانت خدایا جایگیر بگردان. خدایا اسلام عزیزمان را روز به روز پیروز بگردان. خدایا آن کسانی که پیشرفت اسلام را نمیخواهند، نقشه های بد برای برکندن بیبودی های در اسلام میخواهند، خدای مهربان آنها را به این مقصدهای ناپاکشان موفق مگردان. خدایا صف مسلمان ها را در دنیا باز هم زیاد بگردان. خدایا ما بندگان موحدت را فردای قیامت از جمله نجات یافتگان بگردان. خدایا تمام آن برادرانی که در این مسجد مهمان هستند، از راههای دور آمدند، خدایا در هر قدمشان حسنات کتابت بفرما، صحت و سلامت به خاندانشان برسان. خدایا این جمهوری ما را هم آباد بگردان. یکدیگر فهمی، صلح، آسایشتگی را همیشه در این جمهوری ما خدایا حکمران بگردان. رئیس جمهورم خدایا در حفظ امانت نگه بدار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار آمین یا رب العالمین. مرحمت دارد. برادران عزیز و خیلی گرامی، جمعه گذشته ما در اطراف بعضی از فضیلت‌های حضرت ابوبکر برای شما بیان کردیم، برای شما خبر دادیم. الحال می‌خواستم اول صحبت را از پرهیزکارترین مردم در دوره‌های رسول اکرم کی بود، این را میخواستم از روی آیت قرآن برای شما خبر دهم که این آیت قرآن در سوره مبارکه حجرات است، آیت‌های 12 او که از فضائل حضرت ابوبکر بیان میکند
من برای شما تحلیل این آیت ها را بعد تلاوت برادرمان قاری امرالدین که در اینجا حضور دارند، این آیت قرآن را برادرمان تلاوت میکنند. بعد این من این آیت را برای شما ان شاء الله تحلیل میکنم. آیت البته از یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن شروع می شود در این اکرمکم عند الله اتقاکم خاتمه می یابد. این آیات های قرآن از زبان قاری ان شاء الله گوش بکنیم و بعدا به تحلیل این آیات میگذاریم. مرحمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم
الله عليم حكيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. همه مفسرین قرآن اتفاق نظر دارند که این سوره مبارکه لیل آیت 18 او در شأن ابوبکر صدیق نازل شده است. و سیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکا. پروردگار میگوید زود است که نجات مییابد پرهیزکارترین شما. و سیجنبها الاتقى، اتقای شما پرهیزکارترین شما نجات مییابد. و سیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکا. این پرهیزکارترین بین شما این ابوبکر صدیق است که آن چیزی که از مالش داشت همگیش برای قوت بخشیدن دین اسلام در دامن پیغمبر خدا ریخت. الذی یؤتی ماله یتزکا، خودش را از حساب مال پروردگار میگوید خلاص گردانید. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگوید در زمانی که ما با ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت علی بودیم، همیشه در هر یک عمل برای خود پیش دستی را انتخاب میکردیم. هر کدام ما این مان از این مان دیده عمل مانه زیادتر نشان میدادیم تا که از یکدیگر گذریم. وقتی بار حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم اعلان کرد که ای مردم مسلمان، برای مجهز گردانیدن لشکر اسلام آن چیزی که دارین خیر احسان کنید. حضرت عمر رضی الله عنه میگوید به دل خود گذرانیدم که این دفعه از ابوبکر صدیق در باب صدقه میگذرم. در همه عملها ابوبکر از ما پیش بود، لیکن وقتی حبیب خدا که اعلان صدقه کرد و گفت برای عسکران اسلام آذوقه لازم است، اسلحه لازم است، لباس لازم است، هر چیزی که دارین خیر احسان کنین، دوان به خانه رفتن. این حضرت عمر میگوید مال خانه را حساب کردم، 50% او را گرفتم و در دامنم نزد حبیب خدا آمدم. حبیب خدا نشسته است، در پیش حبیب خدا 50% مال خانه ما در پیش او گذاشتم. گفت عمر، گفت برای اهل عیال چی گذاشتی؟ گفتم ای حبیب خدا، نصف مال ما صدقه کردم، نصف مال ما برای زن و فرزندم گذاشتم. حبیب خدا میگوید دستش برداشت و گفت خدایا، گفت در این خیری که حضرت عمر کرده است برکات نصیب کن و در آن مالی که برای زن و فرزند گذاشته است در اون هم خدایا برکاتی. دعا کردم. برادرای عزیز و گرامی، وقتی من 50% مال میگویم یا نصف مال میگویم، دادن نصف مال در راه خدا این کاری هر کس نیست. 50% مال در راه خدا بخشیدن کاری هر یک جوانمرد نیست. تصور کنین اگر شما در زندگیتان همگی اگر $2000 داشته باشین، $1000 او را برای راه خدا بخشیدن کاری هر کس نیست.
باره صحابه پیغمبری خدا میگوید آمدم رسول اکرم سوره مبارکه تکاثر میخوان، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. این آیت قرآن از پاره 30 میخوان و حبیب خدا میگوید بعد خواندن این سوره قرآن جانب من گشت و گفت یقول ابن آدم مالی مالی. حضرت رسول اکرم گفت فرزند آدم همیشه در یادش مال دنیا که است میگوید مالی من مالی من. و هل لک من مالک، حبیب خدا گفت آیا از آن مالی که شما در خانه دارین من شما را خبر دهم؟ اذا اکلت فافنیت و اذا لبست فابلیت و اذا تصدقت فامضیت. رسول اکرم گفتند مال تو آن را که میخوری حل می شود می رود، آن چیزی را که می پوشی کهنه می شود، آن چیزی را که در راه خدا می بخشی از دست تو می رود. پس چی به شما گذاشت؟ حضرت عمر 50% مالش بخشید و نزد حبیب خدا میگن نشست منتظر ابوبکر است، کنی ابوبکر چی مقدار مال میارد. خدا میگفت عمر که از من دیده کمتر بیارد تا که در این باب صدقه از ابوبکر گذرم. غلبه در کار خیر داشتند، مسابقه در کار خیر داشتند. این زمان بود که ابوبکر میگوید در دامنش آن چیزی که داشت همگیش بار کردگی بود. آورد دامن حبیب خدا دریخت. رسول اکرم تبسم کنان به جانب ابوبکر گفت ابوبکر برای زن و فرزند چی گذاشتی؟ ابوبکر صدیق میگوید با یک آب دیده به جانب پیغمبری خدا گشت و گفت ای حبیب خدا برای اهل عیال خودم خدا و رسول او را باقی ماندم، آن چیزی که داشتم همگیش در راه خدا بخشیدم، در خانه بجز الله و رسول او چیزی باقی نماندم. ابوبکر صدیق وقتی این سخنش صدا داد حضرت عمر رضی الله عنه گفت در این مسئله هم ابوبکر از ما گذشت. در همه کار ابوبکر پیش دستی بود، ابوبکر پیش بود. در روایت ها می آید وقتی که ابوبکر صدیق آن چیزی که داشت همگیش در راه خدا که بخشید، دیگر هیچ مبلغ در خانه که باقی نمانده بود، حتی که پول نیافت که برای خود یک لباسی خرد. میگوید از یک قمیش هایی که ما و شما میگوییم برای خود یک لباس بافت و با این لباس میگوید دوان دوان به پیش پیغمبری خدا آمد. این زمان بود که میگن نزول جبرائیل شد، جبرائیل آمد. خدا رحمت کند صاحب کتاب میگوید حتی جبرائیل میگد لباس ابوبکر صدیق پوشیده بود. وقتی رسول اکرم در این لباسی از قمیش جبرائیل که دید، بار اول که دید گفت این چی لباس است که در بدن تو میبینم؟ گفت زمانی که ابوبکر صدیق تمام داراییش در راه خدا صرف کرد، حتی مبلغی نیافت که برای خود یک کرته خرد، این کرته ابوبکر صدیق خدا را خوش آمد. تمام ملائکه های آسمان امر کرد که امروز از لباس ابوبکر برای خود لباس میپوشید. از آن جمله بر منم امر کرد و جبرائیل سلامی از جانب پروردگار به نام ابوبکر آورد. گفت محمد صلی الله علیه و سلم و ابوبکر سلام خدا را برسان و بگو پروردگار میگوید آیا در همین کمبغلی و فقری که الحال مبتلا است از پروردگارش راضی هست یا نیست؟ وقتی میگوید رسول اکرم از زبان جبرائیل این سخن به ابوبکر صدیق رسانید، ابوبکر صدیق میگوید دیگر داد و فغانش در آسمان بلند شد که خدا برای من سلام میفرستد و میگوید از من راضی است. بله گفت من راضی هستم، راضی هستم، راضی هستم. 3 بار میگوید حضرت ابوبکر این سخن تکرار کرد. این بود از جمله آن که ابوبکر صدیق پرهیزکارترین دوره خودشان بودند. در دوره هایی که ابوبکر صدیق حیات به سر می برد، آدم پرهیزکارترین آن زمان به شمار می رفت. آیتی را که برادر ما قاری خواندند این اکرمکم عند الله اتقاکم،
پروردگار گفت از همه ده مکرمترین شما نزد من آن کسی هست که تقوا دارد. بعضی مفسران این آیت قرآن هم حواله به حضرت ابوبکر صدیق کردند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لو كنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابوبکر ولكن اخی و صاحبی. رواه بخاری. در صحیح بخاری حدیث روایت میشه که حبیب خدا گفتند اگر غیر پروردگار برای خود رفیقی را انتخاب کردنی می شدم هر آینه ابوبکر برای خود رفیق اختیار می کردم، لیکن ابوبکر این برادری من است، ابوبکر این دوستی من است. این حبیب خدا اعلان کردند ولکن اخی و صاحبی. این ابوبکر که شما می بینید این دوستی من است و این برادری من است. حبیب خدا را برادر برای خود خواند، حبیب خدا او را برای خود رفیق خواندند. بار رسول اکرم در جمع صحابه نشسته بودند و با زبان شکرین خود گفتند من انفق زوجین فی سبیل الله نودی من ابواب الجنت یا عبدالله هذا خیر. این حدیث متفق علیه است، صحاح سته همش روایتش میکنه. حبیب خدا چی گفتند؟ کسی که اگر در راه خدا یک جفت را خیر میکند، مقصد یک جفت از ماده و نرینه اسب باشد یا گاو باشد یا گوسفند باشد، کسی که اگر در راه خدا یک جفت را خیر میکند تمام درهای جنت میگفتند ای بنده خدا بسیار کاری خوب انجام دادی. ببین کسی که اگر در راه خدا خیر میکرده است. در دوام حبیب خدا چی گفتند؟ فمن کان من اهل الصلاه دعی من باب الصلاه. کسی که اگر در دنیا نماز همیشه میخواند، پایبند نماز بود، اصلا از نمازش دور نبود، دروازه نماز در جنت وجود دارد. نمازخوانها را فریاد میزد است ای مردک اهل نماز به من بیا، به من بیا. دروازه بود است در جنت به نام نماز، به نام صلات. دعوت میکرد است، داخل خودش جای میکرد است کسانی را که در دنیا نماز میخواندند. برادرای عزیز و گرامی، وقتی من نماز میگویم شما یکی از حدیث های مشهور را که ابن عمر روایت میکند از زبان پیغمبر بنی الاسلام علی 50 فراموش نکنید. بنای اسلام ما با 5 چیز است. 5 چیز بنای اسلام ما است. اسلام ما در بالای همین 5 ستون ایستادگی است. شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله. یکم ستون اسلام ما همین است. کسی میگوید که خدا یک و یگانه است، محمد بنده اوست و فرستاده اوست. دوم اقام الصلاه و ایتاء الزکات و حج البیت و صوم رمضان. حبیب خدا گفتند دوم ستون اسلام این 5 وقت نماز خواندن است. سوم ستون اسلام مالدار باشی زکات دادن است. چهارم ستون اسلام مالدار باشی حج کردن است. پنجم ستون اسلام ماه رمضان روزه داشتن است. همین 5 بنای اسلام در کدام ما و شما باشد، یقینا شما برادر عزیز ستون دینتان قوی است، شما انشاءالله اهل نجات هستید. حبیب خدا گفتند دروازه نمازخانه در جنت فریاد میزد است. دوم و من کان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد. حبیب خدا گفت کسی اگر در دنیا جهاد کرده باشد دروازه جهاد او را فریاد میزند ای مردک مجاهد اینجاست جای تو. و من کان من اهل صدقه دعی من باب صدقه. کسی در دنیا اگر خیراندیش بود، خیرخواه بود، دستی سخی داشت، دسترخوان کشاده داشت، دروازه صدقه در روز جنت فریادش میزد است. و من کان من اهل صیام دعی من باب صیام. پیغمبر خدا گفت کسی در دنیا روزه می‌دارد دروازه روزه در جنت و فریاد میزند. 4 چیز گفت پیغمبر. کسی اهل نماز است دروازه نماز، کسی اهل جهاد است دروازه جهاد، کسی که اهل صدقه است دروازه صدقه، کسی که اگر اهل روزه است دروازه روزه را فریاد میزند. فقال ابو بکر
ابوبکر که اشتیاقی به جنت داشت، جنت که دوست می داشت، از بین صحابه ها خیز گفت به اب انت و امی یا رسول الله، پدر و مادرم فدای تو باد، هل یدعى من